سلام، با مصاحبه ویژه ما با جبرائیل عمر خوش آمدید. جبرائیل عمر شهروند استرالیا است و قبلا با نام تیموتی ویکس شناخته میشد. او که قبلا سابقه تدریس در دانشگاه آمریکایی افغانستان را داشت، حالا به افغانستان برگشته است. وی در سال 2016 توسط نیروهای امارت اسلامی افغانستان ربوده شد و پس از 3.5 سال در سال 2019 با انس حقانی تبادله شد. او حالا به کابل برگشته و در جشن 1 سالگی حاکمیت امارت اسلامی افغانستان اشتراک کرده است. ما در این مصاحبه با جنبه‌های مختلف زندگی او خواهیم پرداخت. مستر عمر. آقای عمر، از اینجا شروع کنیم. زمانی که شما در بند امارت اسلامی افغانستان بودید و قرار بود در روزهای نزدیک آزاد شوید، بعضی از نیروهای امارت اسلامی افغانستان به شما گفتند که حتما یک روز شما را من حیث مهمان به افغانستان دعوت میکنیم. روزی که افغانستان امنیت باشد و صلح آمده باشد. حالا که شما دوباره به وطن برگشتید، از نظر شما آیا افغانستان در صلح و امنیت است؟ من معتقدم که امنیت خیلی بهتر شده. من در سال 2016 با اینکه فقط 3 هفته را در اینجا گذراندم، وقتی بیرون می رفتم شاهد سراسیمگی مردم بودم. آنها از جای به جای دیگر عجله و شتاب داشتند. احساس امنیت نمی کردند. شب خاموشی حکم فرما بود و به محض غروب آفتاب کسی در سرک وجود نداشت. یقینا راهروی دیده نمی شد. بایسکل سواری نبود. اطفال در پارک حضور نداشتند. هر کسی زودتر سراغ خانه اش را می گرفت. و این بار که برگشتم فرصت یافتم چندین بار در جریان روز و شب بیرون بروم. اکنون وضعیت کاملا برعکس شده است. مردم را می بینم که در سرک‌ها گشت و گذار می کنند. مردانی را می بینم که در پارک نشستند آیسکریم می خورند. اطفال را می بینم، مادران را به فرزندانشان می بینم. آنچه رسانه ها می گویند که زنان در اجتماع دیده نمی شوند و در خانه هایشان حبس شدند نادرست می باشد. من آنها را دیدم که به تنهایی با حجاب و بدون حجاب با فرزندانشان و با شوهرانشان در سرک ها قدم می زنند. دوباره زندگی در کابل به جریان افتاده است. خاموشی دیگر از طرف شب حکم فرما نیست. مردم بیرون می روند و از هوای تازه لذت می برند. خدا را سپاس که هوای کابل در حال حاضر زیبا و دلپسند است. در کابل من فکر می کنم که امنیت به طور کامل از آن چی بود تغییر کرده است. اکنون مردم در گشت و گذار خود در سرک ها احساس امنیت می کنند. مستر عمر. آقای عمر، چی چیز وادارتان ساخت که به افغانستان بیایید زمانی که حتی خطرات ناشی از آن را می دانستید؟ من در چندین کشور در سراسر جهان کار کردم که شدیداً در معرض خطر بود. من در انتفاضه دوم در فلسطین بودم و نیز مدتی را در شهر جنین در شمال فلسطین سپری کردم و قبل از آمدنم به افغانستان در تیمور شرقی کار میکردم. تیمور شرقی کشوری بود که تقریباً 2 دهه با ارتش چریکی در برابر یک نیروی اشغالگر با حداقل نیرو و حداقل سلاح جنگید. از خطرات آگاه بودم. با کسانی در ارتش تیمور، استرالیا و آمریکا هم صحبت بودم و کار میکردم. این هم بخشی از رویای من بود. وقتی طفل خرد بودم، مادرکلانم همیشه برایم قصه میگفت. آنها فرشی را روی دیوار داشتند. به نظرم فرش ایرانی بود، شاید هم آذربایجانی و یا هم از منطقه در امتداد جاده ابریشم. وقتی غمگین می بودم مرا می نشاند و برایم داستانهای از این مناطق بیان می کرد. به من دلداری می داد و داستانهای در این باره برایم تعریف می کرد. سپس برایم می گفت که روزی تو به این مناطق سفر خواهی کرد. من جاهای زیادی را در خاور میانه گشتم و همیشه مجذوب افغانستان بودم. پس از سپری کردن 4 سال در تیمور شرقی، وقتی برایم مقام استادی در پوهنتون آمریکایی کابل پیشنهاد شد، تصمیم گرفتم این سمت را انتخاب کنم. آقای عمر، چی چیزی شما را وادار کرد تا دوباره به افغانستان برگردید؟ چون بار اول نتوانستم افغانستان را سیر ببینم، من فقط 3 هفته قبل از این که مرا ببرند اینجا بودم.
آنچه در آن 3 هفته از فرهنگ، مردم و شاگردانی که داشتم دیدم فوق‌العاده بود. دانش آموزهای افغان باهوش و کنجکاو هستند. آنها واقعاً می‌خواهند یاد بگیرند و این مزیتی است بزرگ برای یک معلم. من همچنین عاشق غذا، فرهنگ و لباس هستم. شما می‌دانید که تنوع لباس در سراسر کشور وجود دارد و همچنین تنوع مردم، تنوع زبان‌ها و این چیزی است که افغانستان را عالی ساخته است. این تنوع بزرگی است. بنابراین تصمیم گرفتم برگردم و یک بار دیگر افغانستان را ببینم. شما در قسمت از سخنان خود روزی که به کابل رسیدید گفتید هدفتان از آمدن به کابل را تکمیل کردن سفرتان بیان کردید. تصمیم دارید چگونه این سفر خود را تکمیل کنید؟ من تنها برای سیاحت برنگشتم. آمدم زیرا فکر میکنم به حیث یک معلم میتوانم متواضعانه به جامعه افغانستان کمک کنم. زمانی که در اسارت بودم با خدا عهد بستم. عهدی که با او بستم این بود که اگر زنده ماندم به این کشور باز خواهم گشت. من نمیتوانم عهدم را با خدا بشکنم. شما میدانید که این چیزی است که من نمیتوانم انجامش دهم و نیز عهدم را با مردم افغانستان نخواهم شکست. من به اینجا برگشتم چون من یک مربی هستم و باور دارم که میتوانم کمک کنم و امیدوار هستم که از هر راه ممکن ولو کوچک بتوانم کمک کنم. حضور من اینجا فقط برای نشستن و صحبت با شما نیست. این بخش کوچکی از کار من است که میخواهم انجام دهم. میخواهم در جامعه باشم، میخواهم کمک کنم، میخواهم مشکلات را حل کنم، میخواهم به هر نحوی که بتوانم به سیستم آموزشی شما کمک کنم و این برنامه من است که بمانم و کمک کنم. شما بهتر میدانید که افغانها یعنی تمام مردم افغانستان نیاز به حمایت تعلیمی و تحصیلی دارند. در نظر دارید تا به این مردم در این قسمت کمک همکاری کنید؟ این دلیل اصلی حضور من در اینجاست. علاوه بر این که به هر نحوی که بتوانم به آموزش عمومی کمک کنم، میخواهم یک مؤسسه خیریه برای آموزش زنان ایجاد کنم. قصد دارم این مؤسسه را در ولایت زابل، جایی که برای آخرین بار در افغانستان پاهایم را روی زمین گذاشتم، راه اندازی کنم. من خودم اهل منطقه زراعتی هستم. بنابراین چالش‌های رشد و ترقی مناطق دورافتاده را می‌دانم و علاوه بر کمک در بخش آموزشی و ایجاد مؤسسه خیریه می‌خواهم به سراسر افغانستان سفر کنم. البته می‌خواهم پشتو هم بیاموزم، زبانی که فوق‌العاده دشوار است و می‌کوشم در این را نیز یاد بگیرم. و علاوه بر این هنوز هم در آموختن زبان عربی سعی و تلاش دارم. بنابراین تا زمانی که اینجا هستم اهدافم بسیار است. آقای عمر، روزی که تصمیم گرفتید دوباره به افغانستان بیایید، آیا کسی مانعتان نشد؟ نه، ندارم. شاید خانواده‌ام از شنیدن این حرف خوشحال نشوند، اما این چیزی نیست که من یک شبه تصمیم گرفته باشم. من این موضوع را با خانواده‌ام، دوستان نزدیکم، با اعضای دولت استرالیا و به طور آنلاین در توییتر با مردم در میان گذاشتم و این را همه می‌دانند که من تقریبا از روزی که دوباره به استرالیا برگشتم در مورد بازگشت به افغانستان صحبت می‌کردم. این تعجب آور نیست، اما نمیگویم آسان است. من دچار PTSD مزمن هستم که روی من تأثیر گذاشته. همچنین سرطان درجه 5 دارم که قرار است تحت درمان قرار بگیرم. اگرچه از بازگشت پشیمان نیستم، ولی به این معنی نیست که تصمیم گیری آسان بود. اما استقبال و مهمان نوازی مردم افغانستان حین برگشتم به اینجا کمکم کرد تا بر مشکلاتی که بر آن روبرو هستم غالب شوم. تصمیم دارید یک روز به افغانستان با خانواده‌تان برگردید؟ دوست دارم در آینده خانواده‌ام را به افغانستان بیاورم. زمانی که در تایلند کار میکردم، والدینم را به تایلند بردم. فکر میکنم اولین باری بود که در زندگیشان از استرالیا خارج شده بودم و این برایشان خوشایند بود. خانواده من از میل و ارتباط من با افغانستان میدانند. برای آنها این که بتوانند به این کشور سفر کنند مثل این است که بخشی از قلبم را با آنها در میان بگذارم تا بتوانند بفهمند احساس من چیست و چه چیزی به من انگیزه میدهد.
گاهی اوقات به دلیل تبلیغاتی که از رسانه‌های غربی ایجاد می‌کنند این کار بسیار دشوار به نظر می‌رسد. Mr. Omar, you wrote on your آقای عمر، شما در توییت خود نوشتید دوران جدید در افغانستان در حال طلوع است و آموزش اسلامی را برای همه ترویج می کند. این به چی معنی است؟ سرنگونی دوره گذشته در اینجا و پایان فسادهای بومی، سوء استفاده از قدرت، نقض حقوق بشر، بمباردمان بی‌رویه و بیشمار مردان، زنان و کودکان توسط نیروهای اشغالگر در 20 سال گذشته اشاره دارد. افغانستان با آینده دشواری روبروست. اما این یک دوره جدید است، در این شکی نیست و من معتقدم که این کشور رو به پیشرفت است. همچنین امیدوارم شاهد این باشم که آموزش در اینجا طبق قوانین اسلامی انجام می شود. یعنی مکاتب از هم جدا شوند، پسران به یک مکتب بروند و دختران به مکتب دیگری بروند. من خودم در مکتب جداگانه درس خواندم. همه اعضای خانواده‌ام، پسران کاکایم، پسران مامایم، همه اقوام ما در مکاتب جداگانه درس خواندند. من معتقدم اگر آموزه‌های اسلامی در مکتبداری اعمال شود، این نه تنها از نظر رشد دانش آموزان بلکه از نظر تحصیلی نیز مفید است. چطور گرفتار شدید آقای عمر؟ و زمانی که شما برای اولین بار فهمیدید که گرفتار شدید، چی حسی به شما دست داد؟ من در حدود 20 متر بیرون از دانشگاه آمریکایی افغانستان را بوده شدم. متاسفانه با وجود این که طالبان بارها به دانشگاه هشدار داده بودند که کارمندان را خواهند برد، امنیت ناکافی بود و من و کوین را درست از جلوی دانشگاه بردند. منظورم این است که میگویند آدمربایی یکی از تکان دهنده ترین ماجراهاست. حرف دقیقی است، زیرا ذهن شما کاملا از کار میافتد و شما شروع به دیدن چیزهایی میکنید که شاید حتی هیچ ربطی به وضعیت نداشته باشد. من در واقع بین 4 تا 6 ساعت هوش خود را از دست داده بودم. آقای عمر، 1192 روز در بند امارت اسلامی افغانستان بودید. آیا شما شاهد کدام رفتار غیر انسانی از سوی نیروهای امارت اسلامی افغانستان بودید؟ من قبلا چندین بار به این سوال پاسخ دادم و از پاسخ به آن پروایی ندارم. بله، برخورد غیر انسانی صورت گرفت. همچنین 2 روز پس از بازگشت به استرالیا در برابر جهانیان ایستادم و اعلام کردم که این افراد را بخشیدم. تنها راه پیش رفتن این است که باید این بخشش را انجام میدادم و حالا که مسلمان هستم این بخشش بر من واجب بود. بنابراین بله، این اتفاق افتاد، اما در گذشته است و اکنون میخواهم به آینده نگاه کنم. چی چیز بیشتر از همه از روزهای اسارت در خاطراتتان ماندگار است؟ خاطرات بسیار خوبی از دوران اسارت دارم، اما یکی از بهترین خاطراتم با پسر جوانی بود که شباب صدا می‌زدم. وقتی در اولین بار او را ملاقات کردم، او 16 ساله، یک پشتون معمولی و بسیار متواضع بود. وقتی برای نشستن و ملاقات با من وارد شد، پاهایش را روی هم گذاشته، سرش را پایین انداخت و به من نگاه نکرد. بالاخره بعد از چند روز به سویم نگاه کرد و با صحبت کردن با من روی آورد. او تمام مدت با من بود. بنابراین من شاهد رشد او از نوجوانی به یک مرد جوان بودم. یک روز که در بیرون بودیم و خیلی کم اتفاق می افتاد که بیرون باشیم، صدایم کرد: تیما، بیا این درخت را بکاریم. وقتی برگردی خواهیم دید که این درخت چقدر رشد کرده است. آقای عمر، نظر شما در مورد آقای انس حقانی چیست؟ من اولین بار انس حقانی را بلافاصله پس از آزادی در سال 2022 در قطر ملاقات کردم. امارت اسلامی افغانستان از من دعوت کرد تا در مراسم امضای معاهده صلح به نام دوحه شرکت کنم. احتمالاً 4-5 روز با انس گذراندم و با او صحبت کردم. ما چیز مشترکی داشتیم. هر دو در مورد دوران اسارت صحبت کردیم. چون صحبت کردن با کسی که می‌داند چه گذرانده اید آسان است. البته من از تاریخچه خانواده حقانی اطلاع داشتم، اما قرار نبود قضاوت کنم و با دید باز به آنجا رفتم. انس را فرد خونگر، دلسوز و صبور یافتم. برعکس، من خسته، عصبانی و احساساتی بودم. او با صلابت است و این به من انگیزه می‌دهد که چگونه رفتار کنم.
به روشی که ارزش‌های اسلام را منعکس می‌کند. می‌دانید من او را برادر کوچکم تلقی می‌کنم، اما گاهی اوقات احساس می‌کنم برادر بزرگتر من است. Very good. A serious question. یک سوال کلی. از جهان برای افغانستان چی می‌خواهید؟ I would like the world to stop دوست دارم دنیا به افغانستان پشت نکند. افغانستان اگر امروز در این وضعیت است، دلیلش همین جهان و اتفاقاتی است که افتاده. مردم شاید بگویند سبب این وضعیت اسامه بن لادن است، در حالی که او چند روز پس از آمدن آمریکایی‌ها دیگر در افغانستان وجود نداشت و آمریکایی‌ها 20 سال اینجا برای ملت‌سازی ماندند. قبل از همه من می‌خواهم جهان بپذیرد که اشتباه کرده است و نیروهای خارجی در خاک افغانستان جنایت کردند. این یک واقعیت است و جنایات آنها نه تنها توسط اعضای سازمان‌های حقوق بشر بلکه توسط روزنامه‌نگاران مستقل نیز مستند شده است. اگر این یک کشور دیگری بود باید بدون توجه به حکومت حاکم از مردم افغانستان عذرخواهی می‌شد. جهان باید تحریم‌های ناعادلانه‌اش را که بر مردم افغانستان وضع کرده است بردارد. تحریم‌ها هرگز به یک دولت آسیب نمی‌رساند، بلکه این مردم است که آسیب می‌بینند. کاری که جامعه جهانی انجام می‌دهد این است که به مردم افغانستان می‌گوید که شما فرهنگ و دین خویش را عوض کنید، نحوه بیان و روشی که 1000 سال طبق آن زندگی کرده اید را تغییر دهید. در حالی که افغان‌ها قبل از غربی‌ها هزارها سال را این گونه سپری کردند. آنها روی خواسته‌های خود پافشاری دارند. اگر چنین نکنید از گرسنگی خواهید مرد و هزاران نوزاد را می‌کشیم. اگر خواسته هایشان تا این حد جدی نبود فکر می‌کردید که محض شوخی است، اما اینطور نیست. این زندگی افغان هاست و دنیا باید زیر بار مسئولیت خیش در قبال این وضعیت برود، چون مسبب این وضعیت است و بر آنهاست که اکنون اقدام درست کنند. باید برگردند و از افغانستان حمایت کنند. من از آنها نمی‌خواهم که امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند. من فقط از آنها می‌خواهم که در این لحظه به مردم افغانستان کمک کنند، زیرا جهان مدیون مردم افغانستان است. آیا درس‌های اسلامی را تعقیب می‌کنید؟ Yes, I do. بله، عمل می‌کنم. تمام تلاشم را به خرج می‌دهم. زمانی که زندانی بودم به اسلام گرویدم و آنچه در توانم بود از کتاب یاد گرفتم. من هنوز هر روز چیزهایی می‌آموزم و چیزهای بیشتری برای یاد گرفتن دارم. روز 5 بار نماز می‌خوانم، سعی می‌کنم اعمال نیکو انجام دهم، با کوچکتر از خودم مهربان باشم و به بزرگتر از خودم احترام بگذارم و این تغییر بزرگی در زندگی من است، زیرا قبل از اسارت این گونه نبودم. آقای عمر، پیامتان بر مردم جهان افغانستان چیست؟ My message to the people of Afghanistan is پیام من به مردم افغانستان این است که دوران جدیدی آغاز شده است و همانطور که قبلا گفتم آسان نخواهد بود. من مردم افغانستان را از مقاومترین و انعطاف پذیرترین مردمانی یافتم که تا به حال در روی زمین دیدم. آنها مبتکر هستند. می توانند با هر چالشی روبرو شوند. من به مردم افغانستان خیلی باور دارم. جهان نیاز دارد تا مردم افغانستان را قادر به پیشرفت کند. جهان باید به آینده نگاه کند و متوجه شود که افغانستان و مردم افغانستان یک ملت مستقل هستند و باید حق تصمیم گیری خود را داشته باشند. آقای جبرائیل عمر، من حیث یک آموزگار از امارت اسلامی افغانستان چی خواسته دارید؟ I would like the Islamic Emirate of Afghanistan. من می‌خواهم که امارت اسلامی افغانستان به حمایت از آموزش مطابق به ارزش‌های اسلامی ادامه دهد. معلوم دار است که آموزش باید به طور جداگانه باشد. تحصیل حقی است که در اسلام به همه مردان و زنان داده شده است. این را می‌دانم که در این مقطع خیلی چیزها در کشور در حال وقوع است. می‌دانم که ما هنوز به سمت افغانستان امن‌تر و مسئول‌تر حرکت می‌کنیم. اما این امنیت و مسئولیت به تحصیل زنان نیز بستگی دارد و این شامل زنان در هر سن می شود. هر فرد مستحق تحصیل است. همانطور که قبلا گفتم دانش آموزان افغان طبیعی هستند و این ویژگی است که در هر فرد نمی بینیم. مهمان نوازی افغان‌ها با شما چطور بود در این روزها؟ I don't know whether you can notice, but I've only been here for نمیدانم متوجه می شوید یا نه، اما من در خلال 3 روزی که اینجا هستم فکر می کنم 3 کیلو وزنم اضافه شده باشد.
من زمان زیادی با جامعه افغانی در استرالیا گذراندم و بخشی از مهمان نوازی افغانها غذا و غذای بیشتر است. نه تنها همین رفتاری که از سوی افغانها با من شده من را شرمنده ساخته، بلکه آنها به من احساس خاص بودن را می‌دهند، در حالی که یک فرد معمولی ام و مسافرم. بله، مردم افغانستان لایق این هستند که کشورشان ملاقات شود. بله، آنها سزاوار این هستند که با آنها دیدار شود. آنها حتی حاضرند لباسهای خود را برایم بدهند. گفتنی دارید که باید بگویید که تا حال نگفتید؟ I would just like to لازم می‌بینم که به برخی از نظرات رسانه‌های خارجی در مورد آمدنم به افغانستان بپردازم. می‌دانم که حتی خانواده‌ام نیز از این تصمیم شگفت زده شده‌اند. اما همانطور که قبلا اشاره کردم، این تصمیمی نیست که من به سادگی گرفته باشم. من از روزنامه‌نگاران خارجی در رسانه‌ها می‌خواهم که دست از قضاوت من بردارند و درک کنند که من برای تحصیل سخت تلاش می‌کنم. من اینجا هستم تا حقوق همه افغان‌ها را به هر طریقی که بتوانم بهبود بخشم. من دست نشانده طالبان نیستم و آزادی خودم را دارم. من به میل خودم به اینجا آمدم و از این تصمیم الحمدلله بسیار خوشحال هستم. Thank you Mr. Jibril. آقای تیموتی ویکس با نام جدید جبرائیل عمر، تشکر از این که دعوت ما را پذیرفتید و به برنامه آمدید.